سلام، میریم سراغ مونتاژ آیگو DRT. خیلی سریع و بیاشید. اول کدوم دستگاه رو باز کنم. خب عملیه اول ما صندلی کار می‌کنیم. یه رنگ خیلی جذابش هم واسه کردیم. علاوه بر اینکه طرف رنگ میشه. خب شما رو درد نمی‌کنید اون کنار. این از صندلی. این سراغ مرحله بعدی قسمت چپه عقب در مورد شاسی نشیمنگاه به دست میشه. دقت داشته باشید. لوگوی آیگو رو روی دستگاه باید ببینید. چرخ سرش از طرفی میچرخه چک می‌کنید لغ نباشه. معمولا چرخ صفر سر جاشونه. ولی باز اگه آچار کشی بخواید بکنید از داخلش یه دونه آلن میخوره، در واقع میتونید پیشو صفرش بکنید. ولی دقت کنید اونقدر صفر کنید که چرخشش راحت و روون باشه. به 8 سانتی که میگید چرخ همون طرف میشه. این قسمت دوم. مشتری که غیر حضوری خرید می‌کنن، کد کاسکت، آرنج بند و زام بند توی پکمون در نظر گرفت. قسمت بعدیمون میشه شاسی اپ. این دقیقاً قسمتیه که صندلی روش پیچ میشه توسط این 4 تا پیچ که جهتی که قرار میگیره رو در ادامه توی مونتاژ بهتون توضیح میدم. فقط دقت کنید که اینا پیچاشون بعضیاشون شل شده ریخته توی جعبه. یه نمادگی و این نردگی باید داشته باشه که وسطشون حالت بش داره که جلوی گردش و بازی کمک‌ها رو نگیره. اینا رو حتما قبل از سوار کردن صندلی آچار کشی و صفر کنید. قسمت بعدی دستگاه اتصال نشیمنگاه به یه بخش متحرک جلوی دستگاه هستش. می‌بینید که دو سر پولبینین داره و یه بش وسطشه که فرمون روش سوار میشه. اینم پیچیه که واسه چراغ عقب از داخل لوله عبور کرده و از این سوراخ خارج شده. شارژر سوئیچ چراغ قسمت عقبی دستگاه که میتونید سوارش نکنید مصرف باتری رو کمتر کنید. ولی خیلی هم مصرف آنچنانی نداره، تو شب جذابیت خاصی داره. و قسمت محفظه پیچ و مهره و دفترچه دستگاه که داخلش دو تا آچار آلن داره، یه آلن کوچیک هم داره، 4 تا پیچ نشیمنگاه و پیچای بستن چراغ زیر دستگاه. اینم آداپتورشه که اگر خدای نکرده مشکل هم بخورید سر آداپتور دوباره ها براتون تعویضش می‌کنیم و از لحاظ لوازم جانبی هیچ محدودیتی وجود نداره. میریم سراغ قسمت اصلی دستگاه یعنی موتور و فرمون و بخش جلویی کار. این کار سنگین‌ترین بخش در واقع مونتاژ اونه که خیلی هم کار خاصی نداره و خدا رو شکر مونتاژ اصلی روی این قسمت دستگاه توسط کمپانی انجام شده. فقط رویش می‌کنید بلند می‌کنید. این قسمت که می‌بینید جاییه که شاسی اصلی ما روی این قسمت پیچ میشه. این هم واسه سوکت این چراغ بود که از قسمت عقبی میومد به سمت دستگاه. محفظه شارژر، دکمه خاموش روشن چراغ جلو. یه دونه می‌ذاریم داخل این، رو می‌چرخونیم که گم نشه. این قسمت پایینیشه که جا پایه روش سواره، لاستیکش هم که روون باید بشه. قسمت جلویی هم از برم ریختگی اینا تعجب نکنید، اینا هیچ کدوم آزادی نشده، برای اینکه موقعی تو جعبه می‌ذاریم حالتش عوض شه و قسمت‌های مختلف جعبه رو سوراخ نکنه. یعنی ترمز باید بسمت و جای درستش پیچش صفر بشه و ریگ داشته. همچنین جای سوئیچ و دسته گاز. خب بریم سراغ بخش اصلی ماجرا. یه چک می‌کنیم که پیچ این موقع چیزی توی جعبه‌مون نباشه یا توی مشمع‌ها. بعد شروع می‌ریم سراغ نشیمنگاه دستگاه. این یه پیچی که اینجا افتاده بود و از تو جعبه پیدا کردم براش می‌بندیم. پیچ پایین هم که باید باز شه. پیچای بخش پایینی رو باز می‌کنیم و در میاریم. می‌ذاریم کنار. دوباره پیچ قسمت پایینی رو به همراه مادگیش آزاد می‌کنیم و می‌ذاریم کنار. خب وقتی که برای شروع سرکمک‌هامون رو صفر کنیم. برای این کار در ابزار دستگاه باز می‌کنیم. دو تا آچار آلن که داخلشه رو خارج می‌کنیم. این دو تا آچار آلنیه که ما برای صفر کردن نیاز داریم. یه آچار آلن رو می‌ندازیم پشت، چرخشش رو قفل می‌کنیم و اون یکی آلنمون شروع می‌کنیم به صفر کردن. این سمت هم به همین شکل. میشه آزادیشون رو داشته باشن ولی تا جای ممکن صفر شه. این سراغ نشیمنگاه. نشیمنگاهمون روی این وسیله سوار میشه. دقت داشته باشین که وقتی که میخوایم صندلی رو به جلو حساب بکنیم دقیقاً به این شکل صندلی روی شاسی قرار میگیره و قسمت دمبه‌دار یعنی دمدار شاسیمون به سمت جلوی صندلی باشه. جای 4 تا پیچ داره که داخل محفظه‌مون بود، برمی‌داریم و تک تکشون رو می‌بندیم. من براتون انجامش میدم. این آلن کوچیکمونه که برای صفر کردن ترمز، دسته گاز و دسته منومون لازمش داریم. اینجا 4 تا پیچ بزرگ داریم، 2 تا پیچ کوچیک. پیچای کوچیکمون برای سوار کردن این قسمت نوری روی قسمت پشتی دستگاهه و 4 تا پیچ دیگه‌مون برای صندلیمونه که الان می‌بندیمش.
صندلی رو برای شروع ابتدا دو تا پیچ پشتی رو باید ببندید. مثلا می‌ذارید داخلش، پیچ از پشت خارج میشه. پیچ که خارج شد میدونید کجا باید سوارش کنید. دو تا پیچ پشتی صندلی رو دو تا جا پیچ بالایی دستگاه پیچ میشه. من چون اینجا یه مقدار جا دستم بده، یه مقدار سفتش میکنم به این شکل. شما رو زمین این کارو انجام بدید. به این شکل سفتش میکنم. یه مقدار که رفت سرجش، میچرخونمش آمادهش میکنم برای بستن پیچ دوم. پیچ اون که اینجا. پیچ دومو جا میزنم. آسونمو جا میندازم، جاشو اینجا پیدا میکنم. و شروع میکنم به بستن. بچه‌ها پیچ‌های صندلی تا انتها باید سفت بشه. در نظر داشته باشید اگر پیچ لغو ببندید یا شل ببندید ممکنه در اثر بازیایی که بالاخره میکنه دستگاه و صندلی کم کم جای پیچ هرز بشه. هر دو تا پیچ تا انتها سفت جوری که قسمت پشتی این قسمت پلاستیکی کاملا روی قسمت فلزی نشسته باشه. بعد از بستن پیچ‌های پشتی شروع به بستن پیچ‌های جلویی می‌کنید. به دلیل حالت فنری داشتن صندلی وقتی که پیچ‌های پشتی می‌بندید برای بستن پیچ‌های جلو باید یه مقدار کارو به این شکل به شاسی نزدیک کنید. برای این کار دستمون اینجا قلاب می‌کنیم، یه مقدار اینو سفتش می‌کنیم، پیچ سر جاشه و شروع می‌کنیم به بستن. دور که بسته شد دیگه نیازی به فشار نیست. پیچ با صفر شدن صندلی رو سر جای خودش میشونه. اینم تا انتها سفتش و پیچ آخرام برداشت. دیگه ما یه شاسی آماده است. چک می‌کنیم که پلاستیک کامل سر جای خودش باشه. خب می‌ریم سراغ مرحله بعدی. می‌ذاریمش اینجا. شاسی اصلی رو برداریم و همراه LED رقصنور. LED رقصنور رو از سمت چپ میله اصلی شاسی عقب یا اکسل بردید داخل تا جایی که در زیر دستگاه این وسیله روبروی جای دو تا پیچ خودش باشه. به این شکل. پیچ سیم از این ور با انگشت میگیریمش رو میکشیمش بیرون. این اصلی چراغ. حالا شروع می‌کنیم به بستن چراغ. دو تا پیچ کوچیکی که داخل محفظه‌مون بود برای این کار. خدا رو شکر پیچ کوچیک 4 تا داخل محفظه و جعبه ابزارتون هست. یه طرفش آلنه و یه طرف 4 سو. بستن چراغ LED اون تو قسمت عقبی دستگاه بهتون میرسه. خب میریم سراغ سوار کردن نشیمنگاهمون روی شاسی اصلی. همونطور که می‌بینید دو تا جا برای کمک فنرها داریم و یه جا برای سوار شدن لولای اصلی شاسی، یعنی این قسمت روی این قسمت. خب برای اینکه این یه مقدار فاصله میخواد من مقابل کاری میشینم براتون انجام میدم. بازم دقت داشته باشید که جلوی صندلی به سمت دوم این قسمت فلزی به این شکل. یکی از پیچ ها برای قسمت جلویی دوم هستش. یه پیچ از این سمت تا قسمت دیگری نرگی از این سمت. ولی بعد از سوار شدن روی این قسمت به این شکل پیچ ها رو دو طرف رد می‌کنیم و این قسمت رو لولا می‌کنیم. به قابلیت به این شکل این قسمت سوار میشه. و با دو تا چالمون یه قسمت رو قفل می‌کنیم، قسمت دیگر رو صفر. مرحله بعدی پیچ نری و مادگیمون رو آماده می‌کنیم و کمک ها رو بیاریم این قسمت ها سوار کمک ها میچرخونیم تا صاف باشه. کمک ها حالت پیچی قابل ریگلاژ هستن. روی سوراخ قرارش میدیم و پیچ نری و مادگیمون رو ازش عبور میدیم به این شکل. این قسمت رو قفل می‌کنیم و به این شکل نشیمنگاه ما روی شاسی الان به اکسل سوار میشه.
سیممون در قسمت انتهایی که به صورت سوکته در قسمت انتهایی رابطمون وصل کنیم به این قسمت در شاسی عمل. فقط دقت کنید دو تا سوراخ و دو تا حفره‌ای که روبروی همه بالا و پایینشون روبرو باشه. خلاص جهت بزنید ممکنه فلزش هم بشه و چراغتون روشن نه. سپس به سمت پست به سمت بالای کار سیم رو میتونید برید داخل از این و بکشید که گیر نکنه و وارد مرحله پیچ تنظیم بشه. پیچ تنظیم در ابتدا ببینید که شد یه مقدار میکشیدش بیرون، این میره داخل تا جایی که سایزتون کافیه. قسمتی رسیدید که خواستید پیچ رو صفر کنید، آروم فشار میدید، حفره خودش سر جای خودش قرار بگیره. قفل شدنشو که دیدین قسمت فشار میدین، حالا پلاستیک جلوی لبریشو میگیره و شروع کنید به صفر کردن. این قسمت حسابی صفر کنید تا لب نزنه. نوبت میرسه به اتصال بخش اصلی دستگاه، یعنی موتور و دیولورش به قسمت انتهایی. برای بستن این قسمت نیاز به پیچ اصلی اتصال و پانل بلندمون داریم. فقط دقت داشته باشید که استوانه‌ای که روی قسمت انتهایی نشین‌انگارمون هست و قسمت پشتی است باید دقیقاً در وسط این دو قسمت قرار بگیره. و همچنین برجستگی که روی این ناحیه مشاهده می‌کنید باید در این قسمت از دستگاه قرار بگیره تا جلوی گردش هرز فرمون و بروز حادثه رو بگیره. برای اتصال پامون جلوی لاستیک می‌ذاریم تا از حرکتش جلوگیری کنیم. یه مقدار شیب به کار می‌دیم تا شیبش دقیقاً روبروی استوانه اصلیمون قرار بگیره. پیچ اصلیمون رو از مرکز این قسمت عبور می‌دیم. یه مقدار فشار به این قسمت بیاریم و شروع کنیم به جابجا کردن قسمت پایینی تا پیچ حفره و مهره خودش رو در پایین پیدا کنه. وقتی روبروی هم قرار گرفتن شروع به صفر کردنش می‌کنیم. یه خورده بازی می‌کنیم که مطمئن شیم سر جای خودش قرار بگیره. صفر شدن پیچ منزله درست قرار گرفتنش. برای صفر کردن بیشتر قاچاقمون به این شکل تغییر زاویه میدیم و شروع به صفر کردن نمیدیم. تا جایی که پیچ و مهره یاری میکنه این قسمت دستگاه باید صفر شه، چون مقصد اصلی دستگاه در این ناحیه است. لغ زدنمون باعث میشه بولدینگامون زودتر خراب بشه. در نهایت سیم قسمت چراغ پشتی رو مادگی و نرگی روبروی هم دیگه جا میزنیم. قسمت اضافی رو داخل تنه میکنیم. فعلا دستگاه روشن نمیشه. برای روشن کردن باید باتری جا بخوره. برای این کار قسمت درب محفظه باتری و درایورمون رو آزاد میکنیم و نرگی و مادگی باتری رو جا میزنیم. یه ضربه کوچیک میزنه که طبیعیه. اول قسمت بالایی، سپس قسمت پایینی. آیگو دیارتیری آماده روشن شدنه. یه تست از موتورش میگیریم. خیلی هم خوب کار میکنه. حتما تو استفاده و سواری احتیاط کنید.